به آشپزخانه ایرانی من خوش آمدید. بذارید شما رو به یک سفر آشپزی به ایران ببرم. من شما رو با مواد، غذاها و مردم این کشور زیبا و غنی آشنا می کنم. من در ایران به دنیا اومدم، اما بیشتر عمرم و خارج از ایران بودم، با رویای غذاهایی که باهاشون بزرگ شدم. من عشق به غذا و آشپزی رو از پدر بزرگ و مادر بزرگم که توی زمیناشون میوه‌های مختلفم میکاشتن و پدرم که یک رستوراندار سرشناس بود به ارث بردم. و حالا به عنوان یک سرآشپز و مؤلف کتاب آشپزی این شانس رو پیدا کردم که برگردم و دیدنی‌ها و صداها و مزه‌هایی رو که از ایران میشناختم و دوباره تجربه کنم، برای اینکه بهتون نشون بدم چقدر انجام این سبک آشپزی توی خونه آسونه. شما خواهید دید که من چطوری با استفاده از همین موادی که دارین توی آشپزخونه خودم براتون غذاهای ایرانی درست میکنم. من آریانا باندی هستم و در برنامه امروز شما رو به یزد میبرم، شهری که یکی از شگفتی‌های معماری در قلب کویره و همچنین مرکز فرهنگی زرتشتیانم هست. یزد یکی از کهن‌ترین شهرهاییه که میشناسم و شهر مورد علاقمه. 3000 سال پیش این شهر پر بوده از تاریخ و فرهنگ. این شهر با ساختار منحصر به فردش منو به فکر ایران قدیم فرو میبره و اینکه ایران واقعی در ایام کهن چطور بوده. همه چیز اینجا به خوبی حفظ شده، درست مثل این میمونه که به زمان گذشته برگشته باشیم. با سفر به شهر یزد به این فکر میکنم چطور یک شهر وسط کویر این همه چیز برای عرضه کردن داره، از بناهای تاریخی، پارچه‌های ابریشمی زیبا، فرش‌هایی با بافت ظریف گرفته تا جواهرات در هم بافته شده و شیرینیجات خوشمزه. شاید برای همینی که این شهر رو عروس کویر نامیدن. من به هر شهری که میرسم اول سراغ بازار اون شهر میرم تا بتونم روح و جان اون شهر رو لمس کنم. اینجا مکانیه که انواع ادویه‌جات و حتی گیاهان طبی سنتی رو میشه پیدا کرد. این چیه؟ آها. اینم قرقورو. آها، با کش. خاک شیره، اینم گل محمدیه برای اعصاب آرام بخشه. این گل محمدیه که آرام بخش هست و شما میتونید استفاده میکنن دم کردنی. واقعا اطلاعات زیادی دارن. شما میتونید اینو توی دوغم استفاده کنید. یبوستم خوبه اینجوری بتونن. به گفته ایشون برای یبوست هم خوبه. خیلی خوب، خیلی ممنون. این قرص کمر بصورت خوردنش استفاده میشه، منطقه که مخورم باسی نه اینا مشکن اللاشی که حسش در میارم مخورم به مقدار خیلی کم با عسل قاطی میکنم مخورم، بیشتر کمر میکنم. وای چقدر خورشت میتونید تو این درست کنید؟ این ظرف هم برای برنج درست کردنه. برنج رو داخل این میریزید و اینطوری آبکش میکنید. این خیلی خوبه. اگه یه چیزی مثل این اونور آب دیدین حتما بگیرید، چون این چیزیه که نمیذاره برنج خراب بشه. این یکی برای کشیدن آشه. فقط ببینید چقدر میشه آش برای هر نفر با این کشید. یه مهمونی بگیرید و آش درست کنید، واقعا عالی میشه. وای این هونگ گندن نگاه کنید. اوه اوه اوه. خدای من چقدر زعفران لازم دارین برای این؟ چقدر زیباست. رنگ آبیشو ببینید. اینا از کجا میان؟ از کجا میاد اینا؟ میبود. مال یزد. بله. اینا مال میبود هستن، مال یزده. اینجوری می آوردن. قدیما چای رو اینطوری می بردن. در مراسمی که جمعیت زیاد بود و ایرانیام که چای زیاد می خورن، چای رو به این شکل حمل می کردن. اینجوری هم می کردن. اینطوری. 15 تا سینی روی هر دست. بفرمایید چایی، بفرمایید چایی، بفرمایید.
این کله قندا رو ببینید. اینا بلوک هایی هستن به شکل مخروطی که از شکر درست میشن که به صورت حبه خوردشون میکنن و با چای میخورن. یزد در سراسر ایران به خاطر شیرینی های خوشمزه‌اش خیلی معروفه. من از بچگی به شیرینی علاقه داشتم و این علاقه رو هیچ وقت از دست ندادم. برای همین رفتم به قدیمی ترین و معروف ترین شیرینی فروشی یزد به اسم حاج خلیفه. این شیرینی ها رو ببینید. لوز، بادامی، نارگیلی و پسته. وای خدای من، باقلوای پسته. مزه مارسیپان میده. بردارم. با چای خیلی میچسبه. وای خیلی سخته، اصلا آسون نیست. این خانم جوری انجام میده که به نظر آسون میاد. این محوطه جلوش تقریبا 72 سال پیشه. در مجموع با فروشگاه 300 تا کارگر، خدمت خود مغازه 1295 97 سال 97 سال، نزدیک 100 سال. نزدیک 100 سال. این کیک یزدیه. دستور تهیه‌اش به 100 سال پیش برمیگرده و از همین یزد میاد، مثل مافین های خارجه. پس اینا عکسای فامیلاتونن دیگه. درسته؟ شما نوه حاج. من نوه حاج خلیفه. این یکی خود حاج خلیفه علی رهبر، بعدش پدرم حاج حسن فردوسی هم، سومی هم یکی از شرکامون به نام شیرینی ساز، بنیانگذار اینجا. و پسرتون هم الان تو؟ و پسر منم اینجا تقریبا سن از پشمک معروف ایرانم اینجا درست میشه. وقتی بچه بودم یکی از خوردنی های مورد علاقم بود. شبیه پشم گوسفنده مگه نه؟ این شربتیه که به حد نصاب خودش رسیده، به حدیه که این شربتی که الان درست شد از شکر و آب میریزن روی این سنگا برای اینکه خنک بشه. میتونن بعد با دست روش کار انجام بدن. برای اینکه خنک بشه بتونم بعد باش کار انجام بدم. الان شروع شد، یک کم از حالت شربت در اومد، میشه اینا روش کار بکنم، بعد باید به صورت حلقه درارن. درسته؟ بله این از صفر میشه. این مواد آب نباته، پشمک فقط شکر و آبه. همینا ما اگر چند دقیقه نگه داریم اینه میشه یه پولکی، یه آب نبات. 2-3 دقیقه میشه صفر. بله حالا مهم اینه که این چیز ماده سفت شکننده چطور میشه به صورتی پشمک در میاد که به این نرم و لطافت و مثل بله این واقعا الان شکننده شده. سفت میشه و آب نبات میشه. ما اگر برنامه‌ای با این نمیشه. بعد از اون مرحله آرد خمیر کنجد و روغن رو به مخلوط داغ آب نبات اضافه میکنن و با کمک دست و این ماشین های بزرگ روش کار میکنن. حرکاتی که دارن انجام میدن حساب شده است و باعث اینجور نخ شدن و رشته شدن میشه. من یه یواش بدی که ببینید این میاد با دست آدم میاد بالا، میره تا کره ما 2 دفعه و هر کس باور نمیکنه بره اندازه بگیره ببینه میشه. اینا قطاب معروف یزد که مغز بادام و قند میاد روی این خمیر نازک. بعد 2 طرف این خمیر اینجوری به هم میارن و پیچای مختلف بهش میدن. بعد خنک شد با خاک شکر قاطی میکنن و بسته بندی میکنن برای
یکی دیگه از محصولات خاص اینجا سوهانی که واقعا خوشمزه است. سوهان از مخصوص خودشه، اصلا سوهان غیر از سوهان خم و سوهان‌های جای دیگه هست. دارچین داره، روغن حیوانی داره، آرد جوانه گندم داره، پسته داره، پسته‌های خوب. درستم کم کم بیاد تو نسخه پزشکان که اینو تجویز کنن برای خیلی دردا خوبه. یزد مقر اصلی مذهب زیبای زرتشتیه که اولین مذهب یگانه پرستی در دنیا و مذهب اصلی ایرانیان قبل از اومدن اسلام به این کشور بوده. عاطفه دهقان که راهنمای تور و وبلاگ نویسه منو به دیدن مهمترین آتشکده زرتشتیان در یزد آورده. مردم از سر تا سر دنیا میان تا این آتشکده رو ببینن و این آتش 1500 ساله که همینطور روشنه. میدونی که آتش مثل یه پاک کننده است که همه چیزو پاک میکنه و هیچ چیز آلوده‌ای هم نمیتونه در آتش نفوذ کنه. به این معنی که ما باید مانند آتش برای انسانای دیگه پاک کننده باشیم و اجازه ندیم که افکار یا رفتارهای منفی در ما نفوذ کنه. بعد از اون گرمای داخل آتشکده باید یه کمی خنک میشدیم. برای همین رفتیم سراغ یه بستنی فروشی محلی که البته به خاطر یک خوراکی لذیذ محلی هم که از کنجد درست میشه معروفه. میدونی اینجا به خاطر ارده و فالوده یزدیش خیلی معروفه. این ارده رو چطوری استفاده میکنن؟ تو زمستان و به عنوان صبحانه میخوریم. پس به عنوان صبحانه بله البته. بریم فالوده بخوریم؟ بله حتما، من که خیلی دوست دارم. پس بریم. بفرمایین. داخل این تکه های یخ هست در حالی که نوع شیرازیش یک دسر نیمه منجمد با رشته برنجی. فالوده قدیمی ترین نوع بستنی به شمار میاد و قدمتش به 400 سال قبل از میلاد مسیح میرسه. انبارهای یخ زیرزمینی که در قدیم یخچال نامیده میشدن درست کردن و نگهداری فالوده رو امکان پذیر میکردن. این یخچال ها بهترین جا برای نگهداری یخهای تازه کوههای نزدیکشون بودن. در این یخچال ها غذا و بستنی رو برای اهالی دربار حتی در گرمترین ماهای تابستان نگه می داشتن. همونطور که به کمک سیستم آبیاری زیرزمینی یا قنات‌ها مردم تونستن بهترین محصولات رو در کویر پرورش بدن. حیات معبد زرتشتیان همیشه مملو از درختان اناره، درختانی که میوه‌اش نمایانگر عمر طولانی و همچنین سمبل جاودانگیه. فکر میکنم 80 نوع انار توی یزده، درسته؟ بله کاملا درسته. حتی نوع سیاهش که مصارف پزشکی ما اونا رو صادر میکنیم. بله خیلی‌هاش صادر میشن. با الهام گرفتن از انارهای یزد من میخوام امروز طرز تهیه غذایی رو به شما نشون بدم که به یه روش غیر معمول از آب انار و رب انار توش استفاده میکنم. این غذا اسمش فسنجونه که از منطقه شمال ایران میاد و طرز تهیهش چندین مرحله داره. ولی وقتی یاد گرفتید و دیدید چقدر این غذا خوشمزه است، هی میخواید تکرارش کنید. اولین کاری که شما باید بکنید اینه که مقداری گردو رو چرخ کنید تا تقریباً به شکل شن خیس در بیاد. همینطور به هم زدن ادامه بدید چون ممکنه گردو بسوزه. عالی شد. باید یه همچین رنگی به خودش بگیره، تقریباً طلایی رنگ. خوبه. مثل آتش فشان شد. برای 20 تا 30 دقیقه بذارین روی حرارت کم تا آروم آروم بپزه. حالا میخوام گوشت مرغ رو تفت بدم. کمی روغن زیتون، البته نه خیلی زیاد چون گردو مقدار زیادی روغن پس میده. حالا گوشت مرغ رو اضافه میکنم. شما میتونید مرغ رو با استخونش استفاده کنید که طعم بیشتری هم به غذا میده، ولی با این روش مطمئناً سریعتر حاضر میشه. در منطقه شمال ایران این غذا با گوشت اردک درست میشه. همینطور همش میزنیم. نباید بذاریم خوب بپزه. در واقع باید گوشتمون نیم پز بشه و رنگش تقریباً طلایی رنگ بشه. حالا زردچوبه رو اضافه میکنم. ایرانی‌ها خیلی دوست دارن که توی غذاهای گوشتشون زردچوبه استفاده کنن چون این بوی گوشت رو میگیره. بعض ضد التهاب هم هست و همچنین به غذا طعم میده.
احتمالاً تا الان گردو هم آماده شده. حالا میخوام مخلوط گردو رو بهش اضافه کنم. برش میدارم. واو، خوبه. رنگش الان زردی کم رنگه، ولی به محض اینکه رب انار و آب انار رو اضافه کنید تیره میشه. خب حالا برای 30 تا 40 دقیقه دیگه هم روی حرارت کم بذارید تا کاملا بپزه. تا فسنجون آماده میشه بذارین براتون راجع به لواشک بگم. لواشک میوه‌ایه که به صورت رول در اومده و از آلوی ترش درست میشه و یکی از خوراکی‌های سالم و مورد علاقه بچه‌های ایرانیه. لواشک‌ها ترش و شیرینن. معمولاً پوره میوه رو میگیرن و میجوشونن و در سینی‌های بزرگ خیلی نازک پخشش میکنن. به این صورت خشکشون میکنن و این چرم خوردنی خوشمزه رو به دست میارن. من یه قاشق چوبی رو اینجا گذاشتم به خاطر اینکه این حرارت رو از خودش عبور میده و نمیذاره که گردو ته بگیره. الان میخوام رب انار رو اضافه کنم. او عالیه. و آب انار تازه. دوباره میگم سعی کنید آب انار تازه باشه، ولی اگه تازهش در دسترس نیست آب انار شیرین نشده آماده از فروشگاه ها بگیرید که البته بازم میگم ایرانیش بهتره. حالا کمی لواشک اضافه میکنم که خیلی غیر معموله و بعضیا ممکنه پشت صفحه تلویزیون از تعجب نفسشون بند بیاد، ولی این خیلی به غذا طعم میده و این لواشک خاصی که من استفاده میکنم لواشک اناره. و حالا دوباره برای 30 تا 40 دقیقه بذارید روی حرارت تا بپزه. وقتی آماده شد باید کمی بچشین و ببینین که آیا اون طعم واقعی ترش و شیرین رو داره یا نه. الان کمی شکر قهوه‌ای به این اضافه میکنم تا کمی شیرین تر بشه و اگه شما فکر میکنین فسنجونتون خیلی شیرین شده میتونید بهش آب لیمو ترش اضافه کنید. همه اینا بستگی به نوع رب اناری داره که استفاده میکنید. بعضیاشون خیلی ترشن و بعضیاشون شیرینن. شما باید توازن بین ترش و شیرین رو پیدا کنید و بر اساس علاقتون طعمی رو که برای خانواده‌تون دوست دارید به وجود بیارید. حالا میخوام اینو با پلوی خوش‌طعم دودی امتحان کنم. این شبیه سس موله مکزیکیه. طعم انار، مرغ لطیف و لذیذ و برنج دودی یک تجربه فراموش نشدنیه. در یزد من و عاطفه به یک رستوران رفتیم که در واقع یک حمام قدیمی رو که بیشتر شبیه یک حمام ترکیه رستورانش کردن. آره این فسنجونه. فسنجون؟ آره. چه فرقی بین فسنجون یزدی با همونطور که میبینی این کمی تیره تره و ما توش از مرغ استفاده میکنیم. ولی من شنیدم که اینجا سس فسنجون از مرغ جدا میکنن. البته ولی اینجا که مخلوطش خیلی خوشمزه است. اینم قیمه یزدیه. چرا قیمه؟ این قیمه نیست. آره قیمه است. نه گوجه فرنگی داره نه لیمو آمانی و نه ما تو قیمه یزدیمون نخود و کمی گوشت میریزیم و گوجه فرنگی هم اصلا نداره. وای چه جالب. من اینو خیلی دوست دارم. خیلی خوشمزه. ببینیم این چیه و چه مزه‌ای داره. این اشکنه است. میدونی چه چیزایی توشه؟ آره. تخم مرغ. آهان. پیاز. آره. سیب زمینی. سبزیجات معطر. آره. این در قدیم سوپ جنگجوهای ایرانی بوده. آره درسته. بله. آره. این قویشون میکرده تا در برابر یونانی ها بجنگن. زمانی که جنگجوهای ایرانی پاسداران مرز و بوم ایران در برابر بیگانگان بودند، پهلوان ها نگهبانان محله ها و ورزشکارانی بودند که همیشه دستمال گردن می‌بستند و این دستمال ها از پارچه های معروف یزد بود. نه با سوال کنید کسی نیست که ببافه خانم اونا رو. این دمیه 180,000 تومان. بعد استفادهش در رو تخت و اینا؟ بله رو تختی و رو میزی و جای تزیین اینا استفاده میکنن. این الان قدیم با دست بافته میشده، الان با دست رنگ آمیزی میشه طبق قدیم. فقط تنها چیزی که با دستگاه برق بافته میشه.
این ترمه ها پارچه های درهم بافته و سوزندوزی شده ای هستن که از ابریشم درست میشن و معمولاً هم بخشی از میراث خانوادگی میشن. میخواستم یه غذای محبوب محلی به نام شولی رو یاد بگیرم که به خاطر شروع ضعیفم ضبط قطع شد. من اینجا با خانم محبوب لطفی هستم که قرار امروز به ما لطیفی ببخشید باشه. من اینجا با خانم محبوب لطیفی من چم شده. خب من اینجا با خانم محبوب اوه خدای من. شولی این غذاییه که توش سبزیجات معطر و عدس و چغندر داره که خیلی مقوی و خوشمزه است. گرچه من تا حالا نخوردم ولی دوست دارم امتحانش کنم. خب عزیزم، این شولی خوشمزه‌ای که تعریفشو کردیم برای شروع به اون 2 مدل سبزی و این عدس احتیاج داریم و این آبی که در حال جوشه اینها رو بهش اضافه می‌کنیم. خب اینو خیلی ریزش نمی‌کنیم به خاطر اینکه خاصیتش برای چیه؟ چقدر بوش خوبه. بسیار خوب. این از این سبزیمون رو به آب اضافه می‌کنیم. عدسمون هم که شستیم و خب اون هم اضافه می‌کنیم. بعد میریم آردمون رو یکم آب روش می‌ریزیم. آماده می‌ذاریم. پس آب بدم. خب چقدر بریزم؟ به اندازه اینکه 2 برابر باشه. باشه. 2 برابر اندازه لازم. اگه اون بشقاب خوشگلم به من لطف کنی ممنون. در مورد این نقش ها چیزی میدونی؟ نه. بسیار عالی، من برای توضیح میدم. ببین روی سفال های میبود که مربوط به استان یزد هست یه سری نقوش رو شما میبینید. معروف ترین این نقوش نقش خورشید خانمه. چون خورشید مادر مهربون کویره و نورش رو بدون منت بین همه مردم تقسیم میکنه. خب من این بشقاب زیبا رو از شما گرفتم برای اینکه این چغندری رو که داریم توش رنده بکنیم. اگر اون رنده رو به من لطف کنید. حالا میخوایم چغندر رو رنده کنیم. متشکرم، دست شما درد نکنه. چغندر خیلی مغذیه و برای پوستم خوبه. چغندر سرده. ما توی آشپزی ایرانی سردی و گرمی داریم، مثل چینی ها که ین و یانگ دارن. منظورم اینه که ایشون میگن سرده، پس برای پوست خوبه. بسیار عالی. خب چغندرمون رو رنده کردیم، اضافه میکنیم به سبزی و عدسمون. خب حالا میخوان اینو به عدس و به سبزیجات و آب اضافه کنن و پیاز داغ و نعنا داغ رو بسیار باعث خوشمزه شدنش میشه. ایشون میگن کلی طعم به غذا میده. بسیار عالی. دیگه چیزی نمونده که آماده بشه شولیمون. میتونین طعم پیاز داغ و نعنا داغ و عدس رو تشخیص بدید. این یه غذای فوق‌العاده است برای گیاهخوارا. مرسی. خواهش میکنم. من و همسرم پل وقتی تازه ازدواج کرده بودیم تو این هتل زیبا موندیم. ما عاشق یزد و مردمش شدیم و هیچ وقت هم سفر رمانتیکمون رو به این عروس جادویی کبیر فراموش نمی‌کنیم. یه مهمون بودن واسه نهار مود با شرایط موجود مشتاق و پریشون بودن با داد و هوا رو نوای تارو سندروم پای بیقرار با ترشی سیر و نون و پنیر و لفی دو مسیو بشیر رسید قرمه سبزی سبزی تو به تموم وعده های خورده و نخورده میرسی قرمه سبزی